اهل بیت علیهم السلام در اردحال کاشان با مراسم قالیشویان به پیشواز محرم رفتند. این مراسم نمادین همزمان با سالروز شهادت سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام مشهور به شهید اردحال برگزار می شود. قالیشویان اجتماعی از مردم فین و خاوه که بیش از 1300 سال به خونخواهی و حمایت از سفیر ولایت در اردحال کاشان برپا می شود. در سال 113 هجری قمری حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر به دعوت مردم ولایت مدار فین کاشان به این منطقه عزیمت می‌فرمان. 3 سال امر تبلیغ رو دارند، دستگاه حکومتی بر نمیتابه و حضرت رو به شهادت میرسونند و مردم هر ساله به خونخواهی از حضرت مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان رو برگزار می‌نمایند. قالیشویان را آیین وفاداران ولایت می‌دانند و قالی و چوب به دستان نماد این اراده است. حضور مردم فین در این منطقه با چوب‌های برافراشته نشان دهنده این است که مردم این خطه تا پای جان پای ولایت ایستادند. در زمان شهادت حضرت مردم با آوردن قالی که ارزشمندترین چیز در اون زمان برای مردم بود تلاش کردند که تشریعی در خور آن حضرت را در این منطقه انجام بدن. اینجا صلابت فریاد حسین گویان تفسیر با ولایت تا شهادت است. این مردم مصممی هستند، پایداری هستند. اینا الگوهاشون اهل بیت عصمت و طهارتند و هیچ زمان با دشمنان دین و قرآن کنار نخواهند آمد. قالیشویان یعنی شارگمون هم اگه بزنن پای ولایت ایستن، یعنی دشمن از خشم بچه‌های ولایی بترس. داعشی و غیر داعشی باید بدانند که به حریم ولایت هیچ اهانتی نمیتوانند بکنند. قالیشویان و یا حسین چوب به دستان بازگشت به مجاهدت پدران ولایی این دیار است و استمرار هر ساله این آیین نشان از بصیرت مردمانی است که غم هزارباره غربت اهل بیت بر سینه دارند. حامد عباسی طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، اردحال کاشان.